به نام خدا. سلام خدمت دوستان عزیزم. با جلسه دیگر از آموزش فتوشاپ در خدمتتون هستم. در ادامه آموزش ها رسیدیم به فراخوانی یک فایل و نحوه ذخیره کردن، فرمت های قابل فراخوانی و فرمت های قابل سیو کردن و همینطور یک نکته کوچیک از ورک اسپیس و تامنیل مونده که در این جلسه براتون میگم. خب من اینو میبندم، میام پایین و ما الان میخوایم این فایل رو در فتوشاپمون فراخوانی بکنیم. اولین کاری که میتونیم بکنیم وقتی فتوشاپمون بازه، نگاه کنید فتوشاپ من بازه ولی من دادم پایین، مینیمایزش کردم. در حقیقت من میتونم این فایل رو بگیرم بیارم داخل خود فتوشاپ و رهاش کنم. نگاه کنید درگ کردم و رهاش کردم داخل ورک اسپیسم. خب من یه عکس دیگه دارم، عکس نماد اینستاگرامه، میارم درگ میکنم همینجا. خب نگاه کنید این حالا اندازش خیلی کوچیکه، من بزرگترش میکنم. من نمیخوام روی این عکس هم باشه. عکس قبلی رو من تو ورک اسپیس هم رها کردم، اینم تو ورک اسپیس هم رها میکنم ولی رو هم دیگه میفته. خب من اینو قبول نمیکنم، میام پایین، دوباره این اینستاگرام رو میگیرم درگ میکنم داخل فتوشاپ. خب اینجا رهاش نمیکنم، میام توی این حاشیه ها رهاش میکنم. توی این حاشیه ها رهاش میکنم. مثلا اینجا نگاه کنید رها کردم، اومد داخل یه داکیومنت جدید. خب من اینو میبندم، مینیمایز میکنم، دوباره این رو درگ میکنم، نگاه کنید بیارم اینجا رو رهاش کنم، میاد داخل یک داکیومنت جدید. خب این یک راه از روش های فراخوانی بود. برای روش بعدی میریم از سربرگ فایل گزینه اوپن رو انتخاب میکنیم. الان عکسمون داخل دسکتاپمون هست و اوپن رو میزنیم، عکس برای ما باز میشه. در حقیقت عکس ما باز شد. اگر ما از سربرگ فایل نگاه کنیم میبینیم داخل همین اوپن برای ما نوشته کنترل او. خب من این رو میبندم، کنترل او رو فشار میدم و میبینیم که اینجا این عکس دوباره هست. انتخابش میکنم و اوپن رو میزنم، برای من دوباره باز شد همون داکیومنت و همون عکسی که میخواستم. این از نحوه های فراخوانی یک فایل در فتوشاپ. خب یه نکته کوچیک که گفتم از جلسه پیش مونده، نگاه کنید به این قسمت تامنیل میگن. ما این رو میتونیم یه تنظیمات خیلی کوچیکی داره انجام بدیم. من اینجا کلیک راست میکنم، نگاه کنید میتونم بذارم نو تامنیل، به هم عکسمو نشون نمیده، لایم رو نشون نمیده و خاموش هم نمیشه. دوباره کلیک راست میکنم، اسمال، مدیوم و لارج، اندازه هاشو به من میده ولی من اینجا نمیتونم مثلا خاموشش کنم چون که یک لایه بیشتر ندارم. حالا اگه 2 تا لایه داشته باشم این لایه رو من میتونم خاموشش بکنم. اینجا هم اگه بذارم رو نو تامنیل، نگاه کنید من این رو میتونم خاموش کنم. خب اینم نکته ای بود که باید میگفتم که از جلسه پیش مونده بود. من خودم این رو روی مدیوم همیشه میذارم. حالا اینجا وقتی شما تعداد لایه هاتون زیاد بشه دیگه نمیتونید با کلیک راست کردن اون گزینه رو بیارید. به خاطر همین میایم از اینجا و این 3 خط پنل آپشن و به این صورت همون تنظیمات رو دوباره میاریم. مدیوم این گزینه است و اوکی رو میزنم. خب من این لایه هام رو انتخاب میکنم، با کلید دیلیت پاکشون میکنم. البته دقت داشته باشید برای دیلیت کردن یک لایه به شما یک پیام خواهد داد و یه دکمه داره که نوشته don't show again. من چون قبلا این دکمه رو زده بودم الان دیگه به من نشون نداد. خب من ورک اسپیس هم رو اگه ریست بکنم، یک لایه اضافه بکنم و بخوام این لایه رو پاک کنم، نگاه کنید باز به من پیغام نمیده. اون تنظیمات کلی فتوشاپه که اون یک بار قابل دستکاری کردنه.
یعنی من همون یک بار که نصب کردم، یک بار که زدم don't show again دیگه به من نشونش نمیده و با ریست کردن ورک اسپیس اون گزینه دوباره برای من نمایش داده نمیشه. چرا؟ این فقط فضای کاری رو ریست میکنه، نه تنظیمات کلی رو. خب این از نحوه فراخوانی یک فایل. من این عکس رو بیارم درگ بکنم داخل فتوشاپ. نگاه کنید یک بحث دیگه که از جلسه قبل باقی مونده بود، این بحث ترانسپرنت. نگاه کنید من این میتونم جابجاش کنم وقتی که روی موو قرار دارم. در حقیقت این فقط همین شکل است. به این شکل ها اصطلاحاً وکتور گفته میشه که با هم دیگه خواهیم ساخت، با شیپ ها میسازنش. نگاه کنید من اینو میتونم جابجاش کنم، هر جای تصویر میخوام داشته باشم. اون طرفش مثل شیشه است، انگار روی شیشه اینو بکشن، شما اون طرف شیشه رو میتونید تماشا کنید. به این حالت ترانسپرنتی گفته میشه و این PNG سیو شده که تا چند دقیقه دیگه صحبت میکنیم در موردش. خب من این عکس رو میخوام ذخیره‌اش کنم. حالا مثلا چند تا کار روش انجام دادم، میخوام ذخیره‌اش کنم. اولین راهی که داریم میتونیم کنترل S رو فشار بدیم. نگاه کنید اینجا هم هست سیو، از سربرگ فایل سیو کنترل S، همون جای قبلی برای ما سیو میشه. یعنی الان من مینیمایز کنم، داخل دسکتاپ من هست این عکس، روی همین برای من سیو میشه و آدرس جدیدی از من نمیگیره. حالا میریم سراغ سیو از. سیو از رو فشار میدم، من میتونم آدرس جدید یا اسم جدید اصلا بهش بدم. حالا من اینو یه 13 دیگه بهش اضافه میکنم و سیو رو میزنم. یه پنجره برای من باز میشه که این رو توضیح خواهم داد. اوکیش رو میزنم و مینیمایز میکنم. نگاه کنید یه دونه دیگه برای من اینجا اضافه شد. خب من فتوشاپ هم رو باز کنم. از سربرگ فایل که اومدیم دیدید که نوشته کنترل شیفت اس برای سیو کردن، سیو از کردن در حقیقت. خب من اینو فشار میدم. بیاین ببینید ما چه مواردی داریم اینجا. خب من اینو بازش میکنم. خب اینجا که اسم فایل رو داریم و اینجا هم سیو از تایپ رو داریم. از اینجا هم میتونیم آدرسش رو عوض کنیم. الان آدرسش رو دسکتاپه و من نمیخوام آدرسش رو عوض کنم. خب انواع سیوش رو نگاه کنید. ما فتوشاپ داریم، لارج داکیومنت فرمت داریم، BMP، گیف، DCM، EPS و JPG 2000، JPS مولتی پیکچر فرمت، فتوشاپ PDF، فتوشاپ راو، پیکسار، PNG، پورتاب بیتمپ و اینا هم به دردمون نمیخوره و TIFF هستش. خب دونه به دونه من براتون اینا رو توضیح میدم. این صفحه رو ببندم، این صفحه رو باز کنم، کنترل شیفت ات رو میزنم. نگاه کنید الان این فایل برای من باز شده، انداخته PNG ذخیره با نواحی شفاف. نواحی شفافش هم برای من ذخیره میکنه و میتونم داخل فتوشاپ راحت تر، دستم بازتره برای کار کردن با اون عکس. حالا من بیام اینو JPG سیوش کنم داخل همون دسکتاپ، سیو رو میزنم. خب وقتی من میخوام JPG سیو کنم نواحی شفاف یا همون ترانسپرنتش رو به من دیگه نشون نمیده، خودکار میاد یه دونه بک‌گراند سفید براش میذاره. خب این صفحه سیو کردن منه. تنها کاری که انجام میدیم این خطه. نگاه کنید این خط رو همیشه تا آخر پر کنید و اینجا عدد 12 باشه. این کیفیت عکس رو نشون میده. با بیشترین کیفیت سیوش میکنیم. اوکی رو میزنم و حالا مینیمایز میکنم. نگاه کنید این عکسی که وارد کردم و این عکسی که الان سیو شده. درسته این دیگه نواحی شفاف رو در اختیار من قرار نمیده. حالا اینم که باز کنم اون سفیدی ها رو نشون میده. خب این خود ویندوز به خاطر اینکه عکس رو نمایش بده این تم سفید رو انتخاب میکنه. خب من اینو میبندم، فتوشاپ هم رو باز میکنم.
بریم سراغ گزینه بعدی سیو. کنترل شیفت اس رو میگیرم. من میخواستم تقریبا ترانسپرنت مفهومش به شما رسونده بشه که رسونده شد. دیگه از اینجا به بعد من فایل رو ذخیره نمی کنم، ولی با دقت به حرفام گوش بدید. نگاه کنید این فتوشاپ نوشته و فرمتش PDS ببخشید PDS. این فرمت لایه باز فتوشاپه، یعنی شما هر کاری انجام بدید اگر لایه هاتون رو با هم دیگه قفل نکنید میتونید روی یک سیستم دیگه باز کنید و کارهای دیگه انجام بدید و حالا میخواد برای چاپ بره یا هر جای دیگه، یا اصلا شما میخواید برای کسی یک فایل بفرستید میتونید به این شکل بفرستید. ولی این محدودیت داره. اگر شما، من اینو ببندم، فایل نیو رو بزنم، محدودیتش اینجاست. شما اگه 30,000 در 30,000 باشه میتونید پیکسل باشه، واحدش هم باید پیکسل باشه. تا این عدد میتونید PSD سیوش کنید، تا 30,000 پیکسل در 30,000 پیکسل. حالا من کریت رو بزنم، نکنه خیلی کوچیک انداخته ولی در حقیقت خیلی بزرگتر از این حرف هست. خب من دوباره بیام سیوز و خب اینو مفهومش رو فهمیدیم. حالا اگه ما یه کاری داشته باشیم خب بزرگتر باشه، بیشتر از 30,000 پیکسل باشه، میایم لارج داکیومنت فرمت یا PSB سیوش میکنیم. این فرمت تا 2 گیگ فایل رو ساپورت میکنه و تا 300,000 در 300,000 پیکسل ما میتونیم کار انجام بدیم. این هم باز لایش باز خواهد بود و میتونیم روش تغییراتی رو انجام بدیم. خب گزینه بعدی که داریم JPG هستش که ما عکسامون رو با این فرمت سیو میکنیم. نگاه کنید JPG 2000 هم یک نوع فرمته ولی مرسوم نیست. ما از این گزینه استفاده میکنیم. این گزینه فقط برای ذخیره تصاویره، برای کارهای چاپی از این گزینه استفاده نمی کنیم. خب گزینه بعدی که داریم PNG هستش که PNG گفتم ذخیره با نواحی شفافه، مثل، خب من ببندم، مثل این. نگاه کنید نواحی شفافش هم هست و هیچ بک‌گراندی نداره. ما میتونیم به این شکل سیو کنیم ولی یه عکسی مثل این رو PNG سیو نمی کنیم چون که نواحی شفافی توی کار ما وجود نداره که لازم باشه ازش استفاده کنیم. کنترل شیفت S رو دوباره من فشار میدم و سیو از تایپ رو باز میکنم. یک فرمت داریم به اسم GIF یا گیف. بله این یاشش گیف. این هم زیاد کاربرد خاصی نداره، ذخیره با نواحی شفافه و برای متحرکه. یعنی شما توی فضای فتوشاپ میتونید حتی متحرک هم کار بکنید، تصاویر متحرک بسازید. گیف نسبت به PNG طیف رنگی پایینتری رو سیو میکنه و ساپورت میکنه، به خاطر همینه که ازش استفاده خاصی نمیشه. خب چند تا گزینه میمونه. یکی EPS که 3 تا هست، نگاه کنید که در جای خودش برای شما توضیح داده میشه. یکی PDF هست، نگاه کنید فتوشاپ PDF. و گزینه بعدی TIFF هستش که اینجا ما میبینیم TIFF که 2 تا فرمت TIF و TIFF هست. خب خیلی گزینه های مهمیه. یکی شد EPS، یکی شد PDF و یکی هم شد TIF. دیگه اینو میگیم TIF. برای چاپه. چرا خب از اینا استفاده میکنیم؟ چون هم لایه باز سیو میشه و هم عدم افت کیفیت رو داریم. و مثلا شما کارت ویزیت طراحی میکنید باید با یکی از این گزینه ها سیوش کنید، یا TIF یا EPS. افت کیفیت نداره، لایش بازه و شما میفرستید برای چاپخونه و حالا اون کارت ویزیت رو چاپ میکنن که آموزشاش رو جلوتر خواهیم داشت. حالا PDF فرقش چیه؟ PDF لایه باز نیست، برای چاپ استفاده میشه، افت کیفیت هم نداریم
ولی لایه باز نیست دیگه، مثل یه پی دی اف. خب حالا من اینو پی دی اف سیوش میکنم. نگاه کنید من این نوع رو انتخاب کردم، داخل دسکتاپ هم هیچ پی دی افی ندارم، اون عکسایی هم که داشتم دیگه برای من نمایش داده نمیشه. خب من سیوش کنم. نگاه کنید به من یه دونه اخطار میده، اخطار که نه. در مورد سیتینگش من don't show again رو میزنم، داره میگه که پی دی اف سیوش میکنم و من اوکی رو میزنم و سیو پی دی اف رو اینجا میزنم، دوباره don't show again رو میزنم، yes رو میزنم و میایم پایین. خب یه دونه پی دی اف برای من سیو شده. نگاه کنید من اینو اگه بازش کنم همون اندازه برای من پی دی افش کرد، نه بیشتر نه کمتر. سایز الان این اندازه مثلا یه کاغذه که حالا اندازهشو من نگاه نکردم داخل فتوشاپ ببینم چیه، به خاطر همونم به من اخطار میداد دیگه. الان اون اخطار رو دیگه به من نمیده چون همه گزینه‌های don't show again رو زدم. خب من این رو ببندم، لازمش ندارم. فتوشاپم رو باز بکنم. خب دوستان نگاه کنید یه پنلی مونده بود از جلسه پیش. این پنل کناری برای ابزارهای اضافیه که ما داخل فتوشاپمون اد میکنیم. نگاه کنید الان نیستش دیگه. چرا؟ چون من اینا رو آوردم اینجا. حالا این دوتا رو من میتونم از هم دیگه جداش کنم. این پنل کناری از سربرگ ویندوز میاد. نگاه کنید الان اون گزینه هایی که من حذف کردم یکیش هیستوری بود. من این رو که بزنم میاد این طرف. حالا این جابجاییش زیاد مهم نیست. خب الان چیکار کنم؟ اومده اینجا، میگیرم اینجا و ادش میکنم. البته نگاه کنید خیلی بزرگ اد شد. من اینو میبندم و اینجا اینطوری بازش میکنم. خب هیستوری کاربردش چیه؟ نگاه کنید تمام کارهایی که من توی این لایه انجام دادم رو به من نشون میده. یه بار بازش کردم، یه بار موو کردم و یه سیو از گرفتم، یه بار دیگه حرکتش دادم و باز هم جابجاش کردم. خب حالا فرض کنید ما به جای این کار یه کارهای گرافیکی روش انجام میدادیم، مثلا براشمون رو میکشیدیم یا یه شیپ ایجاد میکردیم. اگر من بیام این حرکت رو انجام بدم، این حرکات رو انجام بدم و خوشم نیاد بخوام برگردم از اول بدون اینکه ببندمش و دوباره بازش بکنم، میام از داخل هیستوری اینجا کلیک میکنم و فایل اولیه رو به من نشون میده. خب این هیستوری که خیلی مهمه و همیشه اینجا هستش. خب من ببینم چقدر زمان داریم. خب سربرگ ویندوز هم یه مرور کوچیک روش داشته باشیم که یه سری ابزار اینجا برای ما داره و حالا اینا رو بعداً توضیح میدم. ورک اسپیس رو که توضیح دادم، ارنج هم بعداً براتون توضیح خواهم داد. یه سری ابزار اینجا هستش که اضافه میشن به این پنل کناری. الان من هیستوری رو مثلا برای شما آوردم. خب کالر، لیر و لرن تیک خوردن، داخل پالت های من اد شدن. حالا من کالر رو اصلا بردارم، نگاه کنید از اونجا میره و من میام دوباره کالر رو اد میکنم چون لازمش دارم. نگاه کنید گفتم به این سمت میگن پالت. حالا داخل این پالت های ما بعضیا اینجا اضافه میشن و بعضیا داخل این پنل کناری اضافه میشن. مثلا ادجاستمنت رو من بزنم اینجا هستش، اینجا برای من اضافه میشه. خب ویندوز رو میزنم، یا مثلا اکشن ها رو که بزنم اینجا برای من اضافه میشه که حتما نحوه کار با اکشن ها آموزش داده میشه. نگاه کنید اضافه میشه. حالا یه ورک اسپیسی اینجا داشتیم، مثلا گرافیک رو که میزدم پالتامون میشدن گرافیک، کالر حذف میشد، این گرافیک ها میومد. من میام میذارم رو اسنشیال. اگه بخوام گرافیک مثلا خط کار بکنم میام از ویندوز مثلا کاراکتر که همونجا بود، نگاه کنید تقریبا همون چیزی بود که اینجا بود، یا مثلا پاراگراف اد میکنم اینا رو، یا مثلا ویندوز مثلا کاراکتر استایل اینجا اد میکنم. نگاه کنید شد دو تا پالت، دو تا پنل کناری. و پالتامو کلا در آوردم بره سر جاش و یه خورده هم بد شد مسکه.
خب من ریست اسنشیال رو میزنم که برگرده به حالت اولی خودش. در مورد ورک اسپیس گرافیک داشتیم حرف میزدیم یا فوتوگرافی، فرقی نداره. خب من از اینجا دوباره میام و همون کاراکتر رو اد میکنم. خب دوباره نگاه کنید اضافه شد به زیر این و یه پنل جدا براش درست نکرد و همونطور که گفتم میتونید اینا رو مثلا بیارید این طرف. یه نفر دوست داره اینجا باشه، از اینجا کارش رو رصد کنه. ما اگه این رو ببندیم بسته میشه و اینجا اضافه نمیشه و دوباره میتونیم از اینجا ادش کنیم. خب اینجا دو تا گزینه دیگه داریم. یکی توله که من اینو اگه بزنم نگاه کنید تول بارهای من برداشته میشه، من میزنم. و گزینه بعدی که داریم آپشن هستش. آپشن زیر مجموعه نوار ابزار هاست که داشتیم و گفتم که کاربردهاشو به جاش و وقتی که نوبتشون برسه براتون توضیح میدم. خب آپشن رو روشن میکنم. این آپشن ها رو هم نگاه کنید بچه ها، اگه از اینجاش بگیریم میتونیم جابجاش بکنیم. دوباره من بزنم سر جاش. خب این یه خورده از اینجا میره سر جاش. خب و اینجا هم یه لیستی داریم. وقتی تعداد کارهای ما زیاد بشه داخل فتوشاپ، تعداد عکسامون زیاد بشه. خب این 13 است. من 13 رو باز کنم. البته این همون 13 شد فکر کنم، چون هست بازش نمیکنه. 13 رو باز کنم، میارم اینجا باز میکنم. چرا باز نکرد؟ اینجا یه خورده الان داره اذیتم میکنه. من این میبندم، سیو نمیخوام بشه. نکنید وقتی اینو میزنید خودش میگه میخواید براتون سیو کنم یا نه. من اینو میبندم، این گزینه رو بیارم بازش کنم. خب من لرنم رو ببندم چون لرنم خیلی اذیتم میکنه و لایه هامو بیارم بالاتر که مهمه برای من. نگاه کنید ما اونجا یه تنظیماتی داشتیم، این تنظیمات حسابی به هم ریخته. خب من دوباره ریست رو میزنم و برای من دوباره همون رو آورد. خب اینو من باز کردم. فایل 13 رو هم باز کنم، میارم اینجا و این فایل رو هم باز میکنم. خب نگاه کنید دوستان، اینجا سرورک ها به ما نمایش داده میشه که هر کدوم از عکس هایی که و کارهایی که ما باز کردیم وجود داره. نگاه کنید ما این کارها رو هم میتونیم مثل همینا که مثلا این جدا میکردیم، این کارها رو هم میتونیم از ورک اسپیس دیگه جدا کنیم. میکشیمش پایین و به این صورت در میاد. این الان همون داکیومنتی که ما حالا میتونیم اینجا روش کارامون رو انجام بدیم. خب دوباره من میتونم اینو بزنم سر جاش. اینا بین هم دیگه حرکت هم میکنن. نگاه کنید مثلا من اینو میذارم فایل سوم. حالا بعضی اوقات میشه که مثلا این تعداد کارهای ما اینجا زیاد میشه. وقتی زیاد بشه اینجا برای ما یه فلش اضافه میکنه که ما اسم این کارهامون رو میتونیم نگاه کنیم. از سرورگ ویندوز هم دقیقا نگاه کنید همون لیست اینجا هم هستش. الان من تو دومی هستم، میخوام برم تو عکس اول، اینجا انتخاب میکنم. یا میام اینجا میخوام برم تو عکس آخری، از اینجا انتخاب میکنم وقتی که خیلی شلوغ بشه. خب یه گزینه دیگه هستش که من باید بهتون آموزش بدم و اگه این PNG رو پیدا کنم درست. این PNG این جلسه این آموزش هم میذارم به جاش، میگم الان براتون نمیگم. اینو جدا که بکنیم دوباره گفتم میتونیم سر جاش بذاریم. این آموزش رو هم الان میخواستم بگم ولی دیدم الان اینجا جاش نیست. انشاءالله در فرصت مناسب خودش آموزش ها رو بهتون میدم که دچار پراکندگی موضوع هم نشید. خب امیدوارم این جلسه براتون مفید بوده باشه. حتما این نکات کوچیک رو هم یاد بگیرید و تمرین کنید، چرا که همین نکات کوچیک بعضی وقتا ما رو نجات میده. خسته نباشید.